دادستان ولایت ختلان بر پی حادثه تجاوز و قتل نابالغ 9 ساله در ناحیه خراسان این ولایت بر اساس ماده‌های 138 قسم 3 تجاوز و 104 قسم 2 کشتار کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده باز کرده است. گمانبر در این جنایت رستم بالتخانوف که قبلا با جرم کشتار در فدراسیون روسیه محکوم شده بود دانسته می شود. یک منبع در ساختارهای حفظی حقوق ولایت ختلان به آزیا پلیوس خبر داده است که جسد دخترک 9 ساله در دهه مهنتی جماعت دهاتی هلالی ناحیه خراسان شب 16 به 17 اوگوست با علامت‌های مرگ مجبوری و تجاوز پیدا شد. و گفته منبع در رفت بردن کارهای اپراتیوی جستجویی معلوم می شود که تخمینا ساعت 12 روز 16 اوگوست وقت به می 9 ساله از راه می گذشته است، رستم بالتخانوف او را با راه فریب به خانه‌اش درآورده به ناموسش تجاوز کرده بعداً با راه بوغی کردن می کشد. بعدی صادر کردن جنایت بالتخانوف جسد میبه را تا وقت تاریک شدن پنهان کرده بعداً به جویبار نزدیکی خانه‌اشان برده می پرتاید. با گفته این منبع رستم بالتخانوف پدر 3 فرزند است. قبلا برای کشتار در روسیه به مهلت 7 سال زندانی شده است.